وقتی دوباره به هوش آمدم در تخت خودم بودم، در اتاق کودکسرای طبقه بالا. پرده های تخت به دورم کشیده شده بود و در نیمه تاریکی به سر می بردم. حس کردم لبهایم خشک و گونه هایم داغند و تمام بدنم را ضعف و بیحالی گرفته بود. صداهایی در اتاق شنیده می شدند. صدای گفتگوی آرامی بین بسا و بسی، دو مستخدم خانه، و گهگاه صدای بسته شدن کشویی یا حرکت ظرفی روی سینی. به زحمت سرم را بلند کردم. بسی را دیدم که با صورت قرمز و مهربانش خم شده بود و با قاشقی دارویی را در دهانم ریخت. گفت: بخور عزیزم، این برات خوبه. من اطاعت کردم. بعد بسی آرام گفت: حالا دوباره بخواب، آقای لوید هنوز نیومده. من چشمانم را بستم و در حالتی از نیمه خواب فرو رفتم. مدتی بعد صدای باز شدن در را شنیدم و بسی گفت: اینجاست آقا. آقای لوید جلو آمد، دستم را گرفت، نبضم را گرفت و کمی با صدای آهسته با بسی مشورت کرد. سپس کنار تختم نشست و گفت: جین، حالت بهتره؟ آرام گفتم: بله قربان، خوبه. دیروز خیلی ترسیدی نه؟ من جواب ندادم. او پرسید: چرا گریه کردی؟ چرا جیغ زدی؟ من باز هم سکوت کردم. او با ملایمت گفت: از اتاق قرمز ترسیدی؟ لبهایم لرزیدند. سرم را کمی تکان دادم. او پرسید: چرا خانم رید تو را آنجا فرستاد؟ گفتم: برای اینکه من جان رید رو زدم. اما اون اول منو زد و همیشه با هم بدرفتاری میکنه. چشمانم پر از اشک شد. آقای لوید گفت: تو خیلی تنها هستی دختر کوچولو؟ آرام گفتم: خیلی. نمیخوای بری مدرسه؟ پاسخم بیدرنگ بود: میخوام. حتی اگر مدرسهش سخت باشه و غذاش خوب نباشه و معلماش جدی باشن؟ بله، میخوام از اینجا بروم. آقای لوید لحظه ای فکر کرد. سپس گفت: خیلی خوب، من با خانم رید صحبت میکنم. حالا استراحت کن و قوی باش. او رفت و من دوباره به خواب فرو رفتم. وقتی دوباره بیدار شدم اتاق روشن‌تر شده بود. نور آفتاب از لابلای پرده ها به داخل میتابید. صدای بسی و مستخدم دیگری را از اتاق بغلی میشنیدم. بسی داشت صحبت میکرد و صدایش واضح‌تر از همیشه به گوشم میرسید. او گفت: واقعا هیچ وقت ندیدم بچه‌ای مثل جین. خیلی عجیب و یه جوریه، نه قشنگ نه شیرین، اما وقتی نگاهت میکنه یه طوری میشی انگار ذهن آدمو میخونه. امروز صبح با آقای لوید خیلی قشنگ حرف زد. باورم نمیشه یه بچه کوچیک انقدر جدی باشه. خدمتکار دیگه گفت: خب بچه یتیمیه، حتما زیاد فکر میکنه. بسی ادامه داد: آره، ولی کاش خانم رید یه ذره مهربونتر باش رفتار میکرد. هممون میدونیم جان چه پسر گستاخیه، اما همیشه این دختر است که تنبیه میشه. دیروز وقتی تو اتاق قرمز زندونیش کردن واقعا دلم براش سوخت. خدمتکار دیگر گفت: من اگه جای خانم رید بودم میفرستادمش مدرسه. بهتر از اینه که توی خونمون بمونه. بسی با لحنی جدی گفت: خانم رید هم همین رو گفته. گفت میفرستادش به مدرسه مذهبی سختگیر که آدمش کنن. ولی من فکر نمی کنم جین بد باشه. فقط تنهاست، بی کس و بی پناه. آنها رفتن و صدایشان کم کم در دوردست محو شد. من در تخت دراز کشیده بودم. چشمهایم پر از اشک، اما دلم گرم شده بود. برای اولین بار کسی از من دفاع کرده بود.
بسی